سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. آقا اومدم یه موضوعی در مورد شورت قبلی که گذاشتم بگم. خیلی ناراحتم از دست بعضیا که انقدر کامنت هیت برای من گذاشتن. منی که فقط خواستم خوشحالیمو با بقیه تقسیم کنم، فکر میکردم که خوشحال باشن. حالا بعضیا اومدن گفتن که نباید میپرید. خیلی هم محترمانه گفتن که بهتون از همینجا اعلام میکنم که نینی سالمه، همه چیز خوبه. ولی بچه‌ها بیاین وقتی که یه نفر شاده فقط تو غم و غصه ها نباشه که به یکی انرژی مثبت بدیم، شادی دیگران رو هم میبینیم خوشحال بشیم و براش انرژی مثبت بفرستیم. مطمئنم انرژی هایی که برای همدیگه میفرستیم توی زندگیمون خیلی تاثیر میذارن. اصلا دنیا انقدر بزرگ نیست، انقدر ما قرار نیست عمر کنیم که همیشه برای دیگران هیت بفرستیم و براشون بد بخوایم. امیدوارم که همیشه قلبی صاف و دل رئوفی داشته باشین. خلاصه که خوشحالی براتون میخوام. دوستتون دارم.